ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر دادند که از صبح 21 مارس دسترسی به اینترنت در قلمرو این ولایت از جمله در مرکزش شهر خوروغ برقرار کرده شد، ولی برخلاف وعده مقامات با یک شکل محدود. جنرال الشیر میرزانبود رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 8 مارس اعلام کرده بود که از بس که وضع در ولایت به اعتدال آمده است، از 21 مارس دسترسی ساکنان به اینترنت پورا برقرار کرده می شود. ولی ساکنان می گویند که اینترنت نه به شکل پورا بلکه فعلا تنها در فرمات 2G دسترس شده است، ولی فرمات های موثرتر چون 3G یا 4G همچنان دستنورس باقی میمونند. با فرمات 2G در آمدن به میسنجرها و رد و بدل پیام های خطی و حد اکثر صدایی امکان دارد، ولی برای فرستادن عکس و ویدیو یا صحبت های ویدیویی از طریق میسنجرها زورش نمی رسد. در هر صورت ساکنان بدخشان از دسترسی شدن اینترنت حتی در چنین شکل محدود استقبال میکنند و روز 21 مارس یکدیگر را به نوروز و دسترس شدن اینترنت یکجا مبارک باد میکردند و میگفتند شاگون بهار و اینترنت مبارک. یک هدف محدود کردن دسترسی به اینترنت در بدخشان از پایان ماه نوامبر نیز همین پیشگیری از امکان پهن کردن ویدیو و عکس‌ها درباره جریان اعتراضها و دیگر حوادث در این گوشه ناآرام تاجیکستان گفته میشد. الشیر میرزانبود در سخنرانی روز 18 مارس این را همچون تازه نگاه داشتن فضای اطلاعاتی تدبیر کرده بود. رئیس ولایت در آن جلسه روز جمعه گفت اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان به سبب‌های وضع ماه نوامبر در رشقله و خوروغ به عمل آمده، اینچنین با مقصد تازه نگاه داشتن فضای اطلاعاتی قطع گردید و اکنون با به اعتدال آمدن وضع شهر و نواحی و ولایت با اقدام رئیس ولایت از صحنه 21 مارس در حدود ولایت علاقه اینترنتی کاملا برقرار می‌گردد. دسترسی به اینترنت در بدخشان از 25 نوامبر سال 2021 با به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ ساکن نوحه رشقله گلبدین زیابکوف مسدود کرده شد. ساکنان شام 28 نوامبر تنها بعد گرفتن وعده مقامات به تحقیق این قضیه و برقرار کردن دسترسی به اینترنت پراکنده شدند. طبق وعده مقامات میبایست دسترسی به اینترنت در ظرف 2 روز یعنی تا 30 نوامبر پورا برقرار میکردند، اما این وعده اون وقت اجرا نشد. خدمات علاقه تاجیکستان تنها بعد چند ماه شرح داده بود که گویا دسترسی به اینترنت در بدخشان به سبب‌های امنیتی محدود کردند. اما میشل بچلیتی کمیسر عالی سازمان ملل در مسئله حقوق انسان روز 7 مارس در جلسه 49 شورای حقوق انسان در سخنرانیش با اظهار تأسف از ادامه قطع اینترنت در بدخشان این را به طور آشکارا پایمال کردن حقوق انسان نامید و گفت خشونت‌ها بین نیروهای امنیتی و تظاهرگران در ماه نوامبر سال 2021 در ولایت مختار کوهستان بدخشان وضع حقوق انسان را در این منطقه باز هم بدتر کرده یک فضای ترس و تعقیب را به وجود آورده است. من از ادامه قطع دسترسی به اینترنت در این ولایت اظهار تأسف میکنم. این به طور آشکارا پایمال کردن حقوق انسان است. همین طور سفارت امریکا در تاجیکستان نیز روز 16 مارس با نشر یک بیانیه ویژه از حکومت تاجیکستان خواست که به آزادی اطلاعات احترام بگذارد و دسترسی کامل ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینترنت را برقرار کند.